تا حالا فکر کردی چطور میشه دکترا گرفت؟ خیلیا فکر میکنن فقط باید چند سال بیشتر درس بخونی، اما دکترا گرفتن یه مسیر پیچیده و مرحله به مرحله است که باید براش برنامه بریزی. بیایم با هم 4 مرحله اصلی رو بررسی کنیم که هر کسی باید بلد باشه تا بتونه دکترا بگیره. مرحله اول انتخاب موضوع و استاد راهنما. اول باید موضوعی پیدا کنی که واقعا دوستش داری و میتونی چند سال روش کار کنی. این موضوع باید جدید، جذاب و قابل پژوهش باشه. بعدش باید دنبال استادی باشی که تو این زمینه متخصص باشه و بتونه راهنماییت کنه. پیدا کردن استاد خوب خیلی مهمه چون مسیر تحقیق و موفقیتت رو شکل میده. برای این کار میتونی مقاله‌هاشو بخونی، باهاش تماس بگیری و درباره علاقه‌مندیات صحبت کنی. مرحله دوم آماده سازی و گرفتن پذیرش. بعد از انتخاب موضوع و استاد باید پروپوزال یا طرح تحقیقاتیت رو آماده کنی. توی پروپوزال باید توضیح بدی قصد داری چه سوالی رو جواب بدی، چطوری تحقیق میکنی و چرا موضوع مهمه. همچنین باید زبان انگلیسیت قوی باشه چون اکثر منابع و مقالات به انگلیسی هستن و ممکنه لازم باشه مقاله بنویسی یا در کنفرانس ها شرکت کنی. با این آمادگی ها پروپوزالت رو به دانشگاه ها میفرستی و منتظر جواب پذیرش میمونی. مرحله سوم انجام تحقیق و جمع‌آوری داده ها. وقتی پذیرفته شدی وارد مهمترین مرحله میشی، تحقیق. باید شروع کنی به مطالعه منابع، انجام آزمایش ها یا گردآوری داده های میدانی. در این مرحله باید صبور باشی، مرتب نتایج رو ثبت کنی و هر چند وقت یک بار با استاد راهنما جلسه داشته باشی تا مسیرتو بررسی کنه. و مرحله چهارم نوشتن پایان نامه و دفاع. بعد از کامل شدن تحقیق نوبت نوشتن پایان نامه است. باید یافته ها و تحلیلات رو به شکل دقیق و منسجم بنویسی. این کار زمانبر و نیازمند دقته. باید بازخورد استاد و داورا رو جدی بگیری و اصلاحات لازم رو انجام بدی. در نهایت باید در جلسه دفاع شرکت کنی، سوالات علمی جواب بدی و از کار خودت دفاع کنی. اگر دفاع موفق باشه مدرک دکترا بهت داده میشه. پس برای گرفتن دکترا باید این 4 مرحله رو طی کنی. 1. انتخاب موضوع و استاد راهنما. 2. آماده سازی پروپوزال و گرفتن پذیرش. 3. انجام تحقیق و جمع‌آوری داده ها و 4. نوشتن پایان نامه و دفاع موفق. با تمرکز و پشتکار روی هر مرحله مسیرت خیلی راحت تر میشه و موفقیت نزدیکتر.